مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمیر وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه و سالم و سرحال باشه. هرچند با خبرهای تلخی که از داخل ایران به گوش من و شما میرسه قطعا حال شما هم مثل من خوب نیست. خبرهایی که هر روز از کشته شدن خیلی از مردم در داخل خیابون‌های ایران اتفاق میفته و خبرهاش در رسانه ها منتشر میشه. خبری جنجالی و عجیب و البته دور از انتظار دقایقی پیش منتشر شد و اون هم خبری هستش در خصوص علی کریمی، مرد محبوب این روزهای ایران که پیج اینستاگرام علی کریمی هم در حال حاضر 12 میلیون رو هم رد کرد و در طول یک هفته گذشته با توجه به موج اعتراضات مردم که دیگه خسته شدن و انقدر فشار در طول این چند ساله رو دوششون بود، انواع اقسام فشارهایی که مربوط به تحریم و گرونی و بیکاری و فقر و نبود واکسن و کرونا و حالا همین چند وقت هم حجاب اجباری و چیزهای مختلف مردم رو به کف خیابون‌ها آورد و بالاخره یه لیوان یه روزی سرریز میکنه. علی کریمی هم یکی از کسانی بود که حمایت کرد از مردم و جواب حمایتش رو هم گرفت و در طول یک هفته گذشته بیش از 3-4 میلیون نفر به دنبال کننده های علی کریمی اضافه شد. دیگه حالا طرفداران پرسپولیس و قرمز رنگ ها طرفدار علی کریمی نیستن، خیلی از مردم برای از رنگ ها علی کریمی رو دنبال میکنن. اما خبری عجیب در رسانه ها منتشر شد و اون هم خبر پلم خونه علی کریمی به دستور دادستانی لواسون بود، البته با فشار نهادهای امنیتی که میدونید دیگه در طول این چند روز گذشته تا جایی که جا داشت ضد علی کریمی زدن و گفتن که باید خونه علی کریمی به نفع دولت ضبط بشه. یعنی چشم دیدن خونه علی کریمی که این همه زحمت کشید و فوتبال بازی کرد رو نداشتن، حالا میخوان خونه علی کریمی رو بالا بکشن یا آبم روش. اینم تصویر پلم درب خونه علی کریمی هستش که نوشتن که بنا به دستور مقام محترم قضایی این ملک تا اطلاع ثانوی پلم می باشد. هر گونه فک پلم موجب پیگرد قضایی خواهد بود. دادستانی لواسان و درهای مختلف این خونه علی کریمی رو پلم کردن و چشم دیدن این محبوبیت علی کریمی رو ندارن، هرچند خیلی از فوتبالیستا و کسانی که ادعاشون میشد سمت مردم هستن دهنشون بسته است و گم و گور شدن، اصلا معلوم نیست تو طول یک هفته گذشته کجا هستن و فقط ما میبینیم که علی کریمی جز اون دسته آدم‌هایی بودی که از روز اول اعتراضات اومده بود و پشت مردم وایساد و حتی چند وقت پیش هم خبر اصطلاحاً مصادره شدن خونش رو هم وقتی در رسانه ها منتشر شد خودش هم اومد یه استوری منتشر کرد و گفتش که این افراد چشم دیدن خونه من رو ندارن، خونه‌ای که من با جون کندن به دست آورده بودم و حالا میخوان این خونه من رو هم بالا بکشن. یه نکته هم بگم که علی کریمی جزء بازیکن‌های فوتبالی بود که در دوران فوتبالش خیلی پول تونست به دست بیاره و چون در فوتبال آلمان بازی میکرد و حتی در بایر مونیخ یا چند وقتی هم در حوزه خلیج فارس فوتبال بازی میکرد، زمانی که در بایر مونیخ آلمان بود بندهایی که توی قراردادش بود بابت هر بردی که توی مسابقات فوتبال داشت یه عدد عجیب و غریب رو به عنوان پاداش دریافت میکرد و اون ساله‌ای که علی کریمی توی بایر مونیخ بود این تیم همه بازی‌ها رو می‌برد و بابت هر برد هم پاداش‌های خوبی میدادن به بازیکن‌های فوتبال و علی کریمی تونست ثروت خوبی رو تو دوران فوتبالش به دست بیاره و این خونه‌ای که حالا قبلا هم یه ویدیو راجع به ساخته بودن و خیلی چشم دیدنش نداشتن، یه بار
موضوع قبض آب و برقش رو سوژه کرده بودن، یه بار موضوعات مختلف علی کریمی رو سوژه کردن و عموما و اصولا توی ایران اگر یه شخصی محبوب باشه، بین مردم طرفدار داشته باشه، مثل عادل فردوسی پور، مثل علی کریمی، به هر دری میزنن که تخریبش بکنن. براشون هم فرقی نمیکنه طرف فوتبالیست باشه، هنرمند باشه، یعنی یه ذره احساس بکنن که اون شخص داره محبوب میشه بین مردم، با انواع اقسام روش ها از هر تریبون و رسانه‌ای که دستشون برسه استفاده میکنن که اون شخص رو تخریب بکنن. کلا کرم تخریب آدمای محبوب رو دارن. این خونه لاکچری علی کریمی هم خب قبلا هم راجبش گفته بودم، یه دونه سالن تنیس داخل، یعنی یه زمین تنیس داخلش هست، یه سالن بدنسازی داخل این خونهش هست، 2 تا استخر داره، یه استخر بیرون، استخر داخل و داخلش هم آسانسور چیزهای مختلف رو داره و خلاصه یه خونه لاکچری. اما دلیل بر این نمیشه که فکر کنیم حالا این هر کسی خونه لاکچری داره از یه جایی دزدیده یا از یه جایی مال یه کسی رو بالا کشیده. گفتم علی کریمی جزء معدود فوتبالیستایی بوده که تو دوران فوتبالش خیلی خوب تونسته بود پول جمع بکنه. اما این در حالی هستش که حتی تو توییتر هم ما میبینیم که علی کریمی دارای محبوبیت عجیب و غریبیه و در طول یک هفته گذشته تعداد دنبال کنندگانش در توییتر 300,000 نفر افزایش پیدا کرد و 12 ساعت پیش یک سوالی رو در توییتر مطرح کرد که خیلی دوست داشتم توی این ویدیو این سوال رو بذارم و گفته که با توجه، بذار من زوم بکنم اینجاست، با توجه به کمپینی که بر علیه من در سایت فارس زدن و 97,000 نفر بر علیه من امضا جمع کردن، اینجا از شما سوال میکنم آیا حمایت من از مردم سرزمینم اشتباه بوده؟ که جالب بدونید که تقریبا 10% گفتن بله اشتباه بوده و الان تقریبا 89 نزدیک به 90% هم گفتن که نه حمایت شما درست بوده. یعنی 90% نزدیک 400,000 نفر هم رأی دادن. بیش از 350,000 نفر در این نظرسنجی در توییتر، حالا در اینستام ایشون نظرسنجی کرده و اونجا رقم عجیب و غریب‌تره و بیش از 98% جواب دادن به این سوال. حالا منم یه بار دیگه استوریای علی کریمی رو میارم و کلمه خیر درست بوده رو اگه بزنم که نمیشه توی کامپیوتر انتخاب کرد این گزینه رو و این رقم توی اینستاش بالای 98% بوده و یک عدد عجیب و غریبه، یعنی نزدیک به 350,000 نفر گفتن که ما این حرکت علی کریمی رو قبول داریم. یعنی تقریبا برابر 4 تا ظرفیت استادیوم آزادی، چون میدونید ظرفیت استادیوم آزادی 100,000 نفر نیست، صندلی چیدن چیزای مختلف رو اونجا قرار دادن، نزدیک 70,000 نفره و 4 برابر ظرفیت فول استادیوم آزادی که شما میرید اونجا سلام فرمانده رو میخونید، 4 برابر اون مردم اومدن و گفتن که ما این حرکت علی کریمی رو قبول داریم. و جالبه که 47,000 نفر، نزدیک 48,000 نفر هم نظرسنجی علی کریمی رو ریتوییت کردن که افراد دیگه هم بتونن توی نظرسنجی شرکت بکنن. این در حالی هستش که دیروز هم یه خبر دیگه در رسانه ها منتشر شده بود که منم در رسانه پشت پرده بهش پرداخته بودم. ماجرای قرار دادن نام علی کریمی در لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل بود که بعدش اومدن این سند رو منتشر کردن و گفتم دیگه تو اون مملکت اگر یه شخصی بیاد سمت مردم و از مردم حمایت بکنه دیگه از هر دری که به دستشون برسه میزنن که طرفو تخریب بکنن دیگه. اومدن این سند رو هم منتشر کردن و گفتن که این سند نمیدونم اینترپل علی کریمی صادر شد. بعد اومدن گفتن که تو ترکیه و کشورهای مختلف هم این سند رو برسه. اولا اینکه چون قبلا هم گفتم دیگه من خودم دکترای اینترپل دارم و توی ایران ماشاءالله هر هفته 1-2 بار برای ما نامه اینترپل میزنم. من تا این نامه اینترپل رو دیدم متوجه شدم که فیکه و میتونم حتی بهش اشاره هم بکنم. اینجا یه دونه شماره کنترل نامبر باید داشته باشه که خالیه این شماره کنترل نامبر و عموما بعد این شماره رو داشته باشه و عکسش هم انقدر کیفیت پایینی داره و معمولا توی اینترپل 2-3 تا عکس میذارن و عکس با کیفیت و عکس پاسپورت رو استفاده میکنن و این عکس پاسپورت نیست، چون تقریبا با فکر میکنم پیراهن ورزشی و قشنگ مشخصه که این دوره اطرافش رو فتوشاپ کردن و خیلی هم با کیفیت پایین، مثلا گوشاش هم کاملا مشخصه که توی فتوشاپ رفته و خیلی
شخمی برداشتن فتوشاپ کردن و این نامه رو منتشر کردن و یکی از دلایلی که این نامه های فیک رو هم منتشر میکنن میخوان رعب و وحشت بندازن توی دل و جون یه سری افراد معروف و محبوبی که داخل ایران هستن و میترسن که اونها هم مثل علی کریمی بلند بشن و بشن صدای مردم و اعتراضات مردم رو به گوش جهانیان برسونن و فرقی هم براشون نمیکنه شهاب حسینی که یه مدت بس خودشون بود و تو سیستم خودشون بود باشه یا علی دایی یا علی کریمی. شهاب حسینی هم با توجه به حمایتایی که در طول چند روز گذشته کرده بود بیلبوردهای تبلیغاتیش از سطح شهر آوردن پایین و گویا ممنوع تصویر شده. علی دایی هم همینطور روز اولی که این اتفاقات افتاده بود حمایت خودش رو اعلام کرد و بعد یهو گم و گور شد و کسی پیداش نکرد تا اینکه دقایق پیش دوباره یه پست گذاشت و اون هم شنیده شده که در صدا و سیما ممنوع تصویر شده که البته علی دایی کلا تو صدا و سیما نمیره و کلا دل خوشی از رسانه ملی نداره و می‌بینیم در طول این چند سال گذشته ما هیچ مصاحبه‌ای از ایشون در صدا و سیما ندیدیم و خیلی از افراد دیگه یا بعضی از ورزشکارها که اومدن حمایت کردن از علی کریمی و بعد از اون هم تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتن و با شماره‌های خصوصی و شماره‌هایی که مال نهادهای امنیتی ایران هم هستش به بعضی از این افراد زنگ زدن و گفتن که نباید فعالیت بکنید ولی خب بعضیشون پوست کلفتن و اصلا کلا دایورت کردن به کتف سمت چپ و فعالیت‌های خودشون انجام میدن که این نشون میده که چه کسایی طرفدار مردمن و چه کسایی طرفدار جیب خودشونن. اما الحق دم علی کریمی گرم که تا این لحظه شجاعانه ایستاده. البته همیشه علی کریمی اینطوری بوده و براش هم فرقی نمی‌کرده. مناظره‌های جنجالیش در برنامه 90 هم همیشه در یاد و خاطر طرفداران علی کریمی و طرفداران فوتبال بوده و هست و خواهد بود و اون چیزی هم که مشخصه روز به روز داره به تعداد دنبال کننده ها و طرفداران و حامیان علی کریمی اضافه میشه. یه عده میترسیدن علی کریمی رو دنبال بکنن و یه عده دیگه هم حالا دیگه ترسشون ریخته و امثال علی کریمی رو که حمایت میکنن از مردم رو دارن دنبال میکنن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. خیلی دوست دارم که شما هم نظرتون رو در خصوص این اتفاقات عجیب و غریب، در خصوص پلم، دوستان گفتم پلم نگو بگو پلمپ خونه علی کریمی بگید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بوده. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.